دانشپژوهان عزیز، به درس اول ریاضی پایه اول ابتدایی کشور ایران رسیدیم. در این قسمت قرار هست ما در مورد مفاهیم پایه فناوری با هم صحبت کنیم. بچه‌ها بیایید اول کار یه مثالی رو براتون عرض بکنم. شما با جمع تقریبا آشنایید. مثلا شما میدونید که 1 با 1 میشه 2. اما اون چیزی رو که باید درک بکنید این هست که شما تنها مواردی رو میتونید با هم جمع بکنید که جنسشون یکی باشه. مثلا فکر کنید شما یک دونه دانش آموز دارید و یک دونه صندلی. شما اگر یک دانش آموز رو با یه صندلی جمع بکنی، اون وقت نمیتونی بگی 2 تا چی داری؟ 2 تا میز داری، 2 تا صندلی داری، 2 تا دانش آموز داری. نه، این کار رو نمیتونی انجام بدی. شما اینجا باید بین چیزهای مختلف اختلاف قائل بشی. ببینید تو دنیای فناوری ما یه سلسله مراتبی داریم. اول ما نویز داریم، بعد از نویز داده داریم، بعد داده اطلاع داریم، بعد اطلاع دانش داریم، بعد از اون فهم و خرد و شعور و غیره که در جای خودش میخوام توضیح بدم. اما اجازه بدید این مسیر نویز، داده، اطلاع، دانش رو خدمتتون عرض کنم. معلمای عزیز باید بدونن که کتاب‌های ریاضی که تدریس میکنن در واقع از این 4 مرحله پایه در دوره ابتدایی عبور میکنن. نویز چیه؟ مثلا فرض کنید عدد 3. خب این عدد 3 یک نویزه. شما میگی 3. خب این 3 دقیقاً چیه؟ 3 تا دانش آموزه، 3 تا سیبه، 3 تا گله، 3 تا ماهیه، چیه؟ خب اینجا وقتی شما فقط عدد رو میگید دارید نویز ارائه میکنید. نویز چه زمانی ارائه میشه؟ زمانی که بچه ها میان نوشتن ترتیب اعداد رو، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 به این ترتیب می نویسن. وقتی به این ترتیب می نویسن بچه ها دارن نویز یاد می گیرن. دقت کنید مثلا الان 1 میتونه برای 1 سیب، 1 آدم، 1 گاو، 1 ماهی یا 1 هر چیزی به کار بره. پس این چیه؟ نویزه. فعلا نویز رو انداختیم تو دوره در واقع آمادگی یا پیش دبستانی، یا بچه ها تو گوشی ها یاد میگیرن مثلا این رقم ها رو ترتیبشون رو به کار ببرن، یا تو بازی ها یا چیزهای دیگه. اما بچه ها وقتی نویز واحد میگیره تبدیل میشه به داده. مثلا حالا شما میگی 3 سیب. الان اینجا از مرحله نویز وارد مرحله چی شدیم؟ داده شدیم. کتاب اول ابتدایی نویز رو میندازه گردن دوره پیش دبستانی، شما رو از داده در واقع آغاز کننده میکنه. یعنی شما از داده مفهوم فناوری رو یاد میگیرید. بچه داده وقتی فعل میگیره میشود اطلاع. فعل چیه؟ فعل نشون دهنده عملیه که انجام میشه. مثلا شما میگید 3 سیب دارم، 3 سیب خوردم، 3 سیب فروختم، 3 سیب قرض کردم، 3 سیب قرض دادم. اینجا اطلاع صورت میگیره. حالا اطلاع اگر کاربرد پیدا کنه میشه دانش. اجازه بدید ما در همین جا در مبحث داده مسیرمون رو قطع کنیم. پس
نویز مثلا 3، اما اگر شما بگید 3 سیب اون وقت تبدیل میشه به داده. توی سال دوم و سوم کم کم شما مسئله حل میکنی. وقتی مسئله حل میکنی، مثلا یه چیزی رو جمع میکنی یا کم میکنی، شما وارد سطح بعدی میشی که اطلاع هست. اگر اونو ببری تو زندگی روزمره به کار ببری، شما وارد مرحله دانش میشید. بعد فهم و خرد و شعور و غیره رو بعداً در واقع در کاربردهای متوسط اول خدمتون عرض خواهم کرد. خب بچه دقت بکنید، الان ما یه چیزی داریم به نام دسته‌بندی. دسته‌بندی یعنی اینکه شما مواردی که در زندگی مورد استفاده قرار میدی رو جدا کنی از هم. مثلا بچه ها شما الان لحاف و تشکتون روی تختتونه، چنگال و قاشقتون تو آشپزخونه است، کتاباتون تو قفسه است. آیا شما چنگالتون رو میذارید تو قفسه، قاشقتون رو میذارید تو قفسه؟ نه. چرا؟ چون جایگاهش، دسته‌بندیش جای دیگه است. اولین چیزی که تو فناوری باید فرا بگیریم این هست که باید دسته‌بندی انجام بدیم. الان نگاه کنید، از این ماهی ها میبینید، از اینا 1 2 3 اسمشو میذاریم ماهی زرد. ما الان 1 2 3 تا ماهی زرد این شکلی داریم. حالا اینجا رو نگاه کنید، ما الان اینجا 1 2 3 4 و 5 تا ماهی بادکنکی داریم. اینجا یه دونه عروس دریایی داریم. الان اینجا رو نگاه کنید، از این خرچنگا یه دونه خرچنگ، 2 تا خرچنگ. از این جلبک های زیر سطحی 1 2 3 1 2 3 4. بچه ما چجوری باید تمایز قائل بشیم؟ چجوری باید فرق قائل بشیم بین مثلا فرض کنید این ماهیا با این ماهیا؟ 2 روش داره. یکی این که برای کسایی که سواد ندارن بیایم شکلاشون رو بکشیم. اگر هم شکلاشون شبیه همه رنگشون کنیم. اما برای اونایی که سواد دارن بهشون اسم بدیم. مثلا به جای اینکه نقاشی 2 تا خرچنگ رو بکشیم که خیلی خیلی میتونه زمان از ما بگیره، بیایم بگیم 2 تا خرچنگ. یعنی ما اینجا 2 تا خرچنگ رو به جای کشیدن این شکل و اینها میریم. یه چیز جالب، تا چند هزار سال قبل آدما سواد نداشتن، هر کاری میخواستن بکنن میامدن اونها رو روی دیوارهای غار مثلا میکشیدن. اون وقت اگر اینا میخواستن مثلا یه چیز 2 دقیقه‌ای رو تعریف کنن، باید 1-2 سال برای کشیدن اون روی دیوار یا مثلا حک کردنش روی سنگ ها استفاده میکرده. مثلا یه سنگ تیزتری رو برای اینکه روی دیوار یه چیزی رو بنویسن، 1 سال طول میکشید که اینا یک چیز خیلی کوچیکی رو انجام بدن. اما امروزه با سوادی که شما دارید میایید و در واقع یک جوری نوشتنها رو رمز میذارید. پس بچه ها الان شما با یه مفهوم رمز آشنا شدید. رمز گذاشتن یعنی چی؟ رمز گذاشتن یعنی اسم بگذارید. مثلا شما به جای اینکه با دوستات رفتی بیرون بگیم ما 3 تا از اینا هستیم، اسمتون رو میذارید دانش آموز. میگیم ما 3 تا دانش آموز هستیم. پس الان تو این شکلی که اینجا داریم، از دیدگاه اون فردی که آمده و کتاب رو طراحی کرده، شما میخواید با مفهوم داده آشنا بشید. پس بچه ها
الان اینجا شما فهمیدید که نمی توانید اشیا یا انسانها یا در واقع حیوانات از دسته های مختلف رو با هم جمع کنید. الان شما اگر بخواید بگید اینجا چی دارید، مثلا در مورد این دوتا ماهی میگی 3 تا از این ماهی زردا دارم، 5 تا از این ماهی چی دارم؟ بادکنکی دارم. حالا تا زمانی که فارغ التحصیل بشید از دانشگاه همیشه همین تفاوت رو دارید. وقتی هم در آینده مشغول کار میشید همیشه همین تفاوت رو به عنوان ابتدای مسیر کارتون خواهید داشت. در صفحه بعد میخواد به شما روش شمارش رو بگه. الان شما اینجا تعدادی شکل میبینید بچه ها. این تعداد شکل با اسماشون کاری نداریم، ولی خب چون شما پیش دبستان رفتید احتمالا میدونید ما به این شکل میگیم دایره، به این شکل میگیم مربع، به این شکل میگیم سه‌گوش یا مثلث، یا به این 1 2 3 4 5 به این میگیم 5 ضلعی. بچه دقت بکنید الان مثلا این مربعه این یه ضلعشه، این یه ضلعشه، این یه ضلعشه، این یه ضلعشه، شده 4 ضلعی. پس شما الان این رو بهش میگید دایره، به این میگید مربع، به این میگید سه‌گوش یا مثلث. اینا 5 تا ضلع داره بهش میگین 5 ضلعی. الان اینجا دوباره شما با مفهوم داده آشنا میشید. دقت بکنید الان اینجا 5 ضلعی یه دونه است. چون شما هنوز قرار نیست سواد داشته باشید بتونید بنویسید، معلم ازتون میخواد رنگ کنید، ولی من رمزگذاری میکنم چون در واقع زمان کمتر مصرف بشه. شما تو کتاب اصلیتون دوباره میتونید چیکار کنید؟ از مداد رنگی استفاده کنید. ببینید الان اینجا شما آمدید یه حالت نموداری استفاده کردید. یعنی چی؟ یعنی آمدید گفتید که من از این 5 ضلعی ها که اینجا هست توی شکل بالام چند تا دارم. شما یه دونه دارید، من اینجا می‌نویسم 1. از این دایره ها نگاه کن، 1 2 3 4. شما 4 تا از این دایره ها داری. پس نگاه کن میتونی اینجا رو اینجوری خط بزنی، 1 2 3 4. من دوست دارم شما کنارش 1 2 3 4 رو هم بنویسی که با مفهوم عدد آشنا بشید. خب بچه از این مربع ها چند تا دارید؟ 1 2 3. من الان میام اینجا برای مربع هم 3 تا رو میذارم. این 1 این 2 این 3. 1 2 3. بچه اگه شما شمردن بلد نیستید میتونید یکی یکی مثلا اینجا مربع رو خط بزنید، بعد برید اونجا یک شماره بذارید. 1 2 3 4 5. من 5 تا هم سه‌گوش یا مثلث دارم. این 1 این 2 این 3 این 4 و 5. 1 2 3 4 5. بچه های سال اول 2-3 ماه اولی که میرن مدرسه فقط تا عدد 5 کار میکنن. چرا تا عدد 5 کار میکنن؟ چون تعداد انگشتای دستشون 5 تاه. به بچه ها آموزش بدید هم از دست چپ و هم از دست راست استفاده کنن. دلیلش این هست که اونها توی جلسات آینده که به جمع و تفریق میرسن مجبور هستن که از هر 2 تا دست استفاده کنن. حالا بچه ها در صفحه بعد میخواد دوره تناوب رو به بچه ها آموزش بده.
ببینید اینجا الگوه. تمام زندگی آینده شما که وارد هوش مصنوعی میشید با الگو سر و کار داره. برای پدر و مادر بگم که اگر میخوان در مورد الگو تحقیق بکنن، انگلیسیش میشود پترن. پترن یا الگو یعنی اشیا یا حیوانات یا انسانها دارای خاصیتی هستند که بر اساس اون خاصیت تو دسته‌بندی یک جا قرار میگیرن. الگو به معنای اون هست که شما می توانید دسته‌بندی ها تو سریعتر کنید، بهش سرعت بدید. بعضی از الگوها الگوهای متناوب هستند. الگوهای متناوب، کل فناوری از الگوهای متناوب میاد بیرون. مثلا بچه ها شما دارید با گوشیتون یه چیزی رو تایپ میکنید، چند تا حرف رو که تایپ میکنید گوشی میاد اون کلمه ای که فکر میکنه قرار شما تایپ کنید و اون پایین بهتون نشون میده. یا مثلا فرض کنید شما آمدید رو گوشیتون فیلتر گذاشتید که مثلا دارید تو اینستا یا جای دیگه میرید تصویرتون با اون فیلتره باشه. خب اون فیلتره در واقع داره یه الگو پیدا میکنه. کامپیوتر آموزش دیده که آدما الگوی صورتشون اونجوریه، بعد اونجوری پیدا میکنه. مثلا شما دارید بازی میکنید، وقتی دارید بازی میکنید یک کار خاصی رو انجام میدید، در واقع دارید یه الگو پیدا میکنید. الگوهای متناوب یا الگوهایی که تکراری هستند اساس کار فناوری هستند و این اساس کار فناوری از همون ریاضی سال اول داره آموزش داده میشه. نگاه کنید بچه ها، الان شما اینجا یه پرتقال داری، یه سیب داری، همینجا الان شما الگوت متناوب میشه. خوب دقت کن، آیا همین دوباره اینجا تکرار میشه یا نه؟ آیا همین دوباره اینجا تکرار میشه یا نه؟ آیا همین دوباره تکرار میشه؟ یعنی میدونید چیه؟ شما اگر اینجا نامگذاری تو یه جوری دیگه بکنی، یعنی چی؟ مثلا بیای بگی که من اسم اینو میذارم پرتقال، اسم اینو میذارم سیب. خب تو کامپیوتر اسم اینو میذاریم یک، اسم اینو میذاریم چی؟ دو. اون وقت دوباره تکرار یک دو داریم، دوباره تکرار یک دو داریم، دوباره تکرار یک دو داریم. یک دو یک دو یک دو یک دو. خب اگه قرار باشه ما همین رو ادامه بدیم باز چی میشه؟ بازم میشه یک دو یک دو یک دو و میره. پس پدر و مادر دقت بکنن، هدف از این تمرین که تا آخر کتاب در سال ششم تکرار خواهد شد به دست آوردن الگوهای متناوب هست. حالا شما الان با همین رمزگذاری که کردی آمدی مثلا رنگ دادی، به این دوباره دادی یک، به این دادی دو. ببینید فرق کامپیوتر با آدما اینه. شما مثلا اینجا نقاشی میکنه، اون بهش میگه یک، به این میگه دو، به این میگه یک، به این میگه دو. خب خودتون میدونید الان یکه، این دوه، این یکه، این دوه. الان تو شکل پایین نگاه کنید. حالا شما میتونید اینجا مثلا رنگ کنید. من شماره میذارم، این یکه، اینم یکه، بعد این چیه؟ دوه، اینم دوه. ببین رمزگذاری اینجوری گذاشتم، به اینا گفتم شماره یک، به اینا گفتم شماره دو. اینجا دوباره نگاه کنید، این میشه یک، این میشه یک، این از جنس دوه، این از جنس دوه. حالا بیایم دوره تناوبشو یا اونجایی که تکرار میشه رو پیدا کنیم. بچه نگاه کنید اینجاست. باید زرنگ باشی بفهمی که کل اینها
دوباره اینجا داره تکرار میشه، یعنی اینها رو اگر دقت بکنی با همون نظم و ترتیب اومده. ما به یه چنین چیزی میگیم الگو و در واقع الگوها اساس رمزگذاری کامپیوتری ما هستند. حالا بچه‌ها در مورد قوری ها میخوام همین کار رو انجام بدیم. ببینید ما قوری های آبی رو با شماره 1 نامگذاری کنیم، مثلا بگیم 1، به این بگیم 1، حالا به قرمزا بگیم 2. الان نگاه کنید دوباره اینجا اون سری تناوب یا دوره تناوب دارید یا تکرار میشه. مثلا نگاه کنید این میشه 1، دوباره این 1، این 2. حالا پس من اینجا 1، 1، 2، دوباره همین عیناً میاد اینجا تکرار میشه، یعنی میشه 1، 1، 2. دوباره که بخوای همین رو انجام بدیم و همین باید بیاد چی بشه؟ تکرار بشه الی تا آخر. بچه تو عالم فناوری همیشه ما باید الگوها رو پیدا بکنیم. بعد از اینکه شما الگوها رو پیدا کردید، بر اساس اینکه یه الگوی خاص باشه میتونید تصمیم گیری کنید. اما اینجا ببینید آمده گفته که دور دستهایی که یه الگو دارند رو در واقع خط بکشید، پیدا بکنید. مثلا اینجا نگاه کنید، اگر من این کوسه های این شکلی رو بذارم 1، زرد رنگا رو بذارم 1، اینا رو بذارم 2، اون وقت داریم 1، 1، 2، این دوباره میشه 1، این میشه 2. من اینجا یه الگوی خاص پیدا نکردم. اینجا 2 تا 1، بعد میشه یه دونه 2، بعد دوباره به جای 2 تا 1 یه دونه 1 داره، بعد میشه 2. پس بچه‌ها اینجا من الگو پیدا نکردم. اما اینجا رو ببینید یه دونه از اینا داریم، خب بعد از اینا میشه، بعد دوباره از ایناست، یعنی اون که 1 اسمشو گذاشتیم، بعد دوباره میشه 2، بعد دوباره میشه 1، حالا ادامه نداده، باز دوباره میشه 2. یعنی نگاه کن اینجا رو، اینجا یک دوره تکرار داریم. ببین 1 و 2 اینجا هم چی شده؟ تکرار شده. پس این بچه ها الگو داره اما اولیه الگو نداشت. اینجا رو ببین، اگه من بگم به این 1، این میشه 2، 2. همین عیناً داره تکرار میشه، یعنی دوباره 1، بعد 2، 2. اگه قرار باشه ادامه پیدا کنه باز میشه 1، 2، 2، باز 1، 2، 2 الی تا به آخر. حالا اینجا رو ببینید بچه‌ها، من اگه اینو بذارم 1، اینو بذارم 1، اینو بذارم 1، این میشه 2. الان دوباره من باید 3 تا 1 داشته باشم، خب ندارم دیگه، پس این دیگه الگو نیست و این الگو خواهد بود. تو بعدی دقت بکنید، توی بعدی شما اینجا داریم 1، مثلا این مدل رو میذاریم 2، دوباره میشه 1، 2، دوباره 1، 2. خب پس بچه‌ها الان اینجا شما الگو پیدا کردی. ببین اینجایی که خط کشیدم یعنی در واقع داره چی میشه؟ تکرار میشه. اینا الگوهای من هستن. اینجا چی بچه‌ها؟ این 1، این 1، بعد این یه جنس دیگه است میذارم 2 و حالا 2 تا 1 باید ببینم. خب یه دونه 1 دیدم، این دیگه الگو نیست. پس این الان شده چی؟ الگو. خب حالا در قسمت پایین کاری که میخواد انجام بشه این هست که از شما میخواد این الگو رو به یه ترتیبی که دوست دارید رنگ بزنید. اول بچه‌ها مثلا شما میتونید اینو یه رنگ کنی، بعد اینو یه رنگ کنی، اینو یه رنگ دیگه بکنی. یعنی این رنگ مثلا آبی، بعد زرد، بعد قرمز، بعد دوباره همینو تکرار کنی. یعنی دوباره رنگ اول، رنگ دوم، رنگ سوم. ببینید خیلی مهمه. بچه‌های سال اول چون مفهوم الگو رو به این قشنگی درک نمی‌کنن، میایم با مداد رنگی بهشون نشون میدیم. ولی برای بچه‌های سال‌های بالاتر ما از رمزگذاری یا همین عددها استفاده می‌کنیم. بچه‌ها دقت بکنید،
شما در گذشته مجبور بودید که رنگ کردن رو خیلی قشنگ یاد بگیرید، اما امروزه نرم افزارهای کامپیوتری تو رنگ کردن ها به شما کمک خواهند کرد. خب الان بچه‌ها اگر من بخوام این الگویی که اینجا دارم رو خب مثل شکل بالا رنگش کنم، ببینید الان این ماهی ها رو دیدید، این ماهی ها عین ماهی های بالا هستن. منظور کتاب این هست که خیلی خوب شما از بین این دوتا در واقع دسته تعیین کن کدوم الگو داره. خب الان این الگو داره. حالا من میخوام اون الگو رو کپی برداری کنم. یعنی چی الگو رو کپی برداری کنم؟ یعنی این ماهی ها رو به رنگ همون بالایی ها در بیارم. مثلا نگاه کنید، این که رنگش یکه بیاد اینجا این رنگ یک بخوره، این که رنگش دوه این بیاد رنگ دو بخوره. بعد اینجا اون دوره تکرار تموم میشه، دوباره همین تکرار میشه، رنگ یک رنگ دو، دوباره رنگ یک رنگ دو. بچه ها الان همینی که شما دیدید به عنوان یک الگوی رنگ آمیزی برای این شکل پایین استفاده میشه. بیا یه دونه دیگه حل کنیم. مثلا این پایینی رو ببینید، الان این پایینی، این یک بذاری، اینو دو بذاری، اینو یک بذاری، اینو دو بذاری، دو تا یک داریم، پس این الان الگو نیست. اما اینجا اینو یک بذاری، این رنگو دو بذاری، دقیقا اینجا تکرار میشه، یعنی میشه یک دو دو. الان اینجا هم تو رنگامیزی شما دارید یک دو دو، باز اینجا میشه دوره تکرار یا تناوبش میشه یک دو دو. پس بچه ها شما تا الان مفهوم پیدا کردن الگو رو فرا گرفتید. ببینید اینجا میگه از فرزند خود بخواهید الگوی شکل‌ها را با شمردن و استفاده از عددهای 1 و 2 بیان کند. یعنی همین کاری که من انجام دادم. ما به این کار میگیم رمزگذاری. خب بچه ها ببینید، من دوباره برگردم سراغ درسم، ابتدای درسم که گفته بودم نویز و داده. ببینید من اونجا گفته بودم نویز، بعد تو مرحله بعد گفته بودم میشه چی؟ داده. مثلا یک نویز، یک سیب داده هست. الان آمده به شما گفته که اگر شما فقط با مفهوم عدد کار داشته باشی، تو اون مفهوم عدده شما میتونی مثلا بگی یک تخم مرغ، بگی یکی. حالا یکی چیه؟ یه دونه تخم مرغه. یا دوتا چیه؟ دوتا شیره. خب الان نگاه کنید، من اینجا مثلا دوتا شیر رو به دوتا لیوان وصل میکنم. دوتا شیر به دوتا لیوان که وصل میشه هر دوتاشون دوان. حالا این دوتا شیره، این دوتا لیوانه. یا مثلا الان تخم مرغ رو نگاه کنید، تخم مرغ یکه، اینجا فنجونتونم یکه. من یه لحظه اینو کوچیک میکنم که شما همش رو ببینید. من الان میام یه تخم مرغ رو وصل میکنم به یه فنجان، 5 تا چنگال رو وصل میکنم به 5 تا قاشق، 4 تا پرتقال رو وصل میکنم به 4 تا سیب، این 3 تا شیرینی رو وصل میکنم به این 3 تا شیرینی. اتفاقی که داره اینجا میافته این است که شما تعداد رو، مفهوم تعداد رو بدون اینکه جنسش رو در نظر بگیری درک میکنیم. پس بچه‌ها موقعیت هایی داریم با عنوان جفت سازی. فرض کنید مثلا خونه شما مهمون اومده، 5 تا مهمون و خانواده شما کلا سر سفره نشستن و شما میخواید بهشون وسیله بدی. بچه‌ها شما اگه 5 تا مهمون داری باید 5 تا هم بشقاب بذاری، 5 تا هم قاشق بذاری، 5 تا هم چنگال بذاری. این
قاشق و چنگال و اینها در واقع باید به تعداد مهمون باشه، ولی دیس برنجتون ربط مستقیمی به تعداد مهمون نداره. مثلا شما اگه 3 تا مهمون داشته باشی یا 4 تا یا 5 تا، مثلا از یه دیس برنج استفاده میکنیم. پس بچه ها بعضی چیزها در واقع نگاشت میشه. خب من یه اصطلاح دیگه میخوام به شما نشون بدم اینجا، اصطلاح نگاشته. نگاشت یعنی چی؟ نگاشت یعنی این که شما مثلا 5 تا قاشق داری، 5 تا هم چنگال داری، بعد 5 تا مهمونی که داری یه قاشق رو با یه چنگال بر میداری میکنی یه جفت قاشق و چنگال. ببین یه قاشق یه چنگال میشود یک جفت قاشق و چنگال، بعد اینها رو میدی به یه مهمون. این میشه نگاشت کردن. مثلا بچه شما اگر یه ماشین تو خیابون ببینی، یه ماشین معمولی 4 تا دونه لاستیک داره، 4 تا چرخ. به نظر شما یه ماشین با 3 تا چرخ میتونه راه بره؟ نه. اگر شما 2 تا ماشین داشته باشی که دارن راه میرن، یعنی ماشین اولی 4 تا چرخ داره، ماشین بعدی هم 4 تا چرخ داره، یه ماشین دیگه هم ببینی دوباره 4 تا چرخ داره. اینجا با یه مفهومی آشنا میشیم به نام مفهوم نگاشت یا مفهوم جفت سازی. بچه ها دقت بکنید، وقتی شما جفت سازی انجام میدید، توی اون جفت سازیه باید یه هدف داشته باشی. مثلا شما یه مداد رو با یه چنگال جفت میکنی، بعد میدی مهمون. خب مهمون با اون مداده و چنگاله چی کار میخواد بکنه؟ اون چنگاله باید با قاشق جفت بشه. خب حالا بچه ها ما دوباره برمیگردیم به مفهوم نویز. یعنی ما دیگه نمیخوایم در مورد این صحبت بکنیم که مثلا 3 تا سیب داریم، فقط میخوایم راجع به خود عدده صحبت کنیم. الان نگاه کنیم، یه آدم اگر در واقع انگشتاش معمول باشه 5 تا دونه انگشت داره. از این 5 تا انگشت مثلا اینجا 2 تاشو آورده بالا، این یعنی 1، این یعنی 2. الان این فرد 2 تا انگشتش آورده بالا. الان اینجا فرد 1، 2، 3 تا انگشتشو بالا آورده. اینجا 1، 2، 3، 4 تا انگشتشو بالا آورده. 1، 2، 3 تا انگشتشو بالا آورده. اینجا 1، اینجا 1، 2، 3. اینجا 1 انگشت، 2 انگشت، پس 2 تا انگشت رو بالا آورده. 1، 2، 3 و 4. اینجا 4 تا انگشت بالا آمده. 1، 2، 3 تا انگشت. 1، 2 تا. اینجا 1، 2، 3. اینجا هم 3 انگشت. هدف اصلی کتاب اینجا این هست که شما چشمتون عادت بکنه که هر کدوم از این شکل‌ها رو دیدی بدون اینکه بشماری سریع بتونی ببینی که چند تا انگشت بالا هست. ببین بچه‌ها، ذهن انسان اینجوری هست که اگر به یه چیزی عادت بکنه بدون اینکه فکر بکنید جواب مسئله رو بهتون میده. مثلا شما فرض کنید 3 تا دوست دارید تو مدرسه، حسن، حسین و محمد. شما وقتی حسن رو میبینی راجع به این فکر نمی کنی که اسمش چیه، خود به خود در جا میفهمی این حسنه. حسن رو چجوری تشخیص میدی؟ از روی قیافش. حالا فرض کنید حسن اومده لباساشو عوض کرده، حسنه که عوض نشده، بازم تو تشخیص میدی که این حسنه. پس بچه شما حسن رو از روی
لباسش تشخیص نمیدی، از روی چهرش تشخیص میدی. هرچند اگر حسن همیشه یه جور خاصی لباس بپوشه تشخیصش راحت تره. هدف اینجا از این شکل این هست که شما شمارش رو به صورت ذهنی انجام بدید. یعنی هر لحظه چند تا انگشت رو یکی از دوستات آورد بالا، تو همون لحظه بدونی که بشماری بدونی که چند تا انگشت رو بالا آورده. خب این به عنوان یه بازی تمرین کنید. بازی اینجوری باشه 5 نفر مثلا دور هم بشینید، یکی بشه مربی، دستشو یهو میاره بالا، یه تعداد انگشت توش بازه، هر کی زودتر گفت که چند تا انگشت این فرد باز بوده برنده است. میتونید اینجوری مسابقه بدید. خب حالا بچه‌ها من میخوام اینجا الگوها رو خب به این ترتیب ادامه بدم که در واقع تکرارها رو تشخیص بدم. بعد از اینکه تکرارها رو تشخیص دادم همون تکرارها رو بیام و در واقع دوباره حالا با رنگ‌آمیزی یا با شماره نشون میدم. من به 2 روش میخوام این مسئله رو حل کنم. دفعه اول شماره گذاری. نگاه کن مثلا این رنگ 1، بعد این رنگ 2 دوباره داره تکرار میشه، یعنی رنگ 1 رنگ 2 دوباره تکرار میشه، رنگ 1 رنگ 2 رنگ 1 رنگ 2 رنگ 1 رنگ 2 دوباره رنگ 1 رنگ 2. حالا اینجا رنگ 1 رنگ 2 دوباره 1 2 2. خب الان دوباره تکرارش چی میشه؟ میشه 1 2 2 دوباره 1 2 2. حالا تو پایینی نگاه کنید رنگ 1 رنگ دوم رنگ دوم رنگ دوم، یعنی یه دونه رنگ 1 داریم و 3 تا رنگ 2. حالا اینجا هم باید همین باشه دیگه، یه دونه رنگ 1 3 تا هم رنگ 2. خیلی خوب. حالا بچه‌ها اگر من بخوام به جای اینکه با عدد بنویسم اون رو با شکل نشون بدم 2 تا راه حل دارم. یکی اینکه جعبه مداد رنگی اون وردارم خودم رو خسته کنم، یکی دیگه این هست که از کامپیوتر استفاده کنم. قبلا آموزش دادم مثلا چجوری میتونید از نرم افزارها استفاده کنید. حالا توی این مثلا ویندوز ما که ویندوز 11 هست یه دکمه خاصی رو اگر بزنید پرینت اسکرین یه نرم افزاری رو به این صورت که مال خود ویندوزه میاره. اینا تو آموزش ها هست. حالا کاری که انجام میدم اینه، ببینید بچه‌ها الان این دور تناوبش این دوتا نبوده، من این دوتا رو اینجا کپی میکنم. ببینید من این دوتا رو کپی میکنم. بعد از اینکه این رو کپی کردم این آمده کجا؟ این آمده توی در واقع یه فضایی قرار گرفته. بعد اینو پیست میکنم. پیست کردن یعنی اون کپی که دارم رو بیارم. خب تو فیلم آموزشی قبلا آموزش دادم، اونو نگاه کنیم. بعد نگاه کنیم بچه‌ها اینو یه جوری کوچیکش میکنم تقریبا اندازه این بشه. بعد اینو برمیدارم میارم میذارم روی اینها حدودی. حالا من نمیخوام خیلی دقیق کار کنم. بعد تموم میشه. نگاه کنید در واقع همین الگو رو من اومدم تکرار کردم. یه خود شکلش رو فرق دادم که بدونید از کجا تکرار شده. دوباره همینو میارم اینجا قرار میدم، یعنی دوباره یک تکرار دیگه. حالا دوباره همینو قرار میدم، یعنی دوباره یک تکرار دیگه. خب بچه‌ها الان این کار من رو در واقع خیلی خیلی راحت کرده. حالا دوباره برای شکل بعدی، دوباره شکل بعدی همون دکمه رو میزنم، این یه تیکه رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه این یه تیکه رو انتخاب کردم حالا دوباره میارم چیکار میکنم؟ دوباره حدودا اندازش یک کاری میکنم که شبیه اون بشه. بعد اینو قرارش میدم تو این قسمت. الان نگاه کنید من یه تکرار از اون رو دوباره آوردم ایجاد کردم.
الان دوباره یه تکرار دیگه ایجاد کردم. این تکراره رو قرارش میدم اینجا. یعنی ببینید شما میتونید هم نقاشی کنید، هم اینکه بیاید و در واقع داخل نرم افزار ازش استفاده کنید. خب ببینید قبلا تو ویندوزهای قبلی اینا رو نداشتیم، ولی انقدر مهمه که الان خود ویندوز این رو داره. اینو الان من یک کپی ازش تهیه کردم، اندازش اونجوری که میخوام انجام میدم، یه خورده دیگه کوچیک‌ترش میکنم، بعد اینو برمیدارم میارم میذارم اینجا. خب بچه ها الان شما این مدل نقاشی کردن رو یاد گرفتید. حالا یک کار دیگه میخوام بکنم. اصلا همه این کاره که کردم و هیچی میکنم. خب همه این کاره که کردم و هیچی میکنم. میام چی کار میکنم؟ از کل این پرینت میگیرم، یعنی از کل اینی که اینجا دارم، خب از کل اینی که اینجا دارم یک کپی میگیرم، میام یه نرم افزاری رو باز میکنم به نام MS Paint که آموزش این رو هم آوردم. بعد این رو اینجا قرار میدم. خب بعد از اینکه این رو آوردم اینجا قرار دادم، یک کاری انجام میدم. دقت کنید بچه ها، این گزینه رو میبینید. من اینو که انتخاب میکنم رنگ این رو میگیره برا من. حالا اینه که انتخاب میکنم یک شکل رو اون رنگی میکنه. نگاه کن، من کل این رو این رنگ رو انتخاب کردم گذاشتم اینجا. خب بچه الان یه دونه سبزه، یه دونه آبی، یه دونه سبزه، یه دونه آبی، یه دونه سبزه، یه دونه آبی. من اگه این آبی رو انتخاب کنم حالا میتونم اینجا چیکار بکنم؟ اینا رو آبی کنم. ببین به همین راحتی کامپیوتر به من کمک میکنه که کارم رو انجام بدم. مثلا نگاه کن اینجا قرمزه. خب این قرمز رو انتخاب میکنم، حالا قرمز میکنم. بعدی چیه؟ زرده. من زرد رو انتخاب میکنم، یا حالا به این رنگ نزدیکتره، دوتا رو زرد میکنم. دوباره چیه؟ قرمزه. ببین قرمز. دوباره اینو انتخاب میکنم، تمام شد. شما تو اون نرم افزار MS Paint که بهتون یاد دادم با این ابزارها آشنا شدید. ببینید این ابزار رنگ کردن یه محیط بسته است. الان این چیه؟ قرمزه. این قرمز رو انتخاب میکنم، بعد آبی دیگه، حالا آبی رو انتخاب میکنم، تمام. بچه ها الکی جنگل ها رو از بین نمیبریم که بیایم کاغذ تهیه کنیم. الکی جنگل ها رو از بین نمیبریم که بیایم مداد و در واقع امکانات دیگه تهیه کنیم. میتونیم همین کار رو تو عالم کامپیوتر انجام بدیم. خب حالا این تیکه رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه این رو انتخاب کردم، خب بعد از اینکه این رو انتخاب کردم میتونم کپیش کنم، بیام دوباره کجا؟ بیام تو همون صفحه‌ای که داشتم اینجا این رو قرار بدم. بچه‌ها من میتونم این رو اینجا قرار بدم، اندازش رو کوچیک کنم، میتونم ببرم روش قرار بدم، یا اینکه اندازش رو کوچیک‌تر کنم بذارم بالا یا پایینش. یعنی این الان شده مسئله اولیه من، اینم شده چی؟ راه حل من. شما با این کاری که انجام میدید حالا اینو سیو میکنی، ذخیره میکنی. ذخیره کردن یعنی اینکه از این لحظه به بعد این رو خواهی داشت. حالا بچه‌ها من توی این نرم افزاری که دارم کار میکنم میام چیکار میکنم؟ این رو میبندم. خب برای اینکه این رو ببندم میام اینجا کلوز رو میزنم، میگه سیو کنم، میگم آره. ببینید من الان آمدم یک فایل PDF رو دستکاری کردم و اون فایل PDF دستکاری شده رو در اختیار شما قرار دادم. به این ترتیب شما از این لحظه به بعد میتونید هر جا که خواستید این فایل رو باز بکنید و از روش مطالعه کنید. به این روش اگر شما یاد بگیرید که درس بخونید، زمانی که برای درس خوندن مصرف میکنید 10 برابر در آینده کمتر خواهد شد و قدرت شما در رقابت با دیگران افزایش پیدا خواهد. خب فصل اول تموم شده. موفق و مؤید باشید.